سلام، چطور میتید عشقای دل؟ خوش اومدید به یه قسمت دیگه از آموزش های پیاپی دایی حامد و پاتریک. فقط یادتون نره بچه حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید. این صدای چیه؟ سلام. پاتریک پشتش بیماست. این ولی بود یه بار دیگه حرف بزن. تو دیسکریپشن لینک رو بکنم، حتما جوینش بدید و چنل پاتریک هم از بچه حتما ببینید. بله اومد. من حامدم. حتی من در میاری؟ نه بذار سلام کنم به بچه کجا؟ رو ایسا کلا رو به افتخارشون در بیارم به احترام. سلام خوشگلا، خوش اومدید به آموزش حامدی من حامدم دیگه. ادایی در میاره. به من چه؟ خب ویروس گرفته بدنم، به من چه ربطی داره؟ به من که ویروس گرفته بدنم، به من که نگاه کن. بچه قراره این سری یه راهروی براتون درست کنیم که موقعی که راه میرید، بله، یعنی شیپور چی بود؟ شیپور جنگ. منتظر من باش. خب بچه قراره یه راهروی باشه که شما موقعی که راه رفتید خیلی شیک و مجلسی چیز بشه. چی بهش میگن؟ لامپاش روشن باشه، اینا خیلی باحال میشه. ببین از اینجا این یه دونه اینجا باشه، 1 2 دیگه همجا بچه میزنی. یه همچه حالتی بشه. البته یه ذره اینجوریش کنم جذاب‌تر بشه. دلیل اینم بچه بعدش میفهمید چرا دارم من اینجوریش میکنم. اینجا هم بزنیم، اینجا هم بزنیم، باحال میشه. خب حالا اینجا به این بچه های 1 اینجا که یعنی درست اینجا میشه 1 2، این سوم میشه. یا اول فاز حمله کنید بچه ها. همه بالا گرفتن تیرکموناشون سمت تو جایی که سمت من باشه. بله بچه میشه 1 2 من یا نشونه میگیری یاران بی وفا. ببخشید این بچه باید اینجا باشه. این 1 یاران بی وفا. بعدش اینجا 1 2 3 دوباره میاد اینجا بچه ها روبروی میشه 1 2 3 و آخریش هم اینجا 1 2 3. یاران بی وفا من نشونه میگیرید، خیلی شما بی وفایی. بچه این تا اینجا اینجوری. حالا بلند میشیم میایم این تا یه ترپ دور میخوایم. این شیپور چی بود پاتریک؟ شیپور ناامیدی. من دیگر سربازی ندارم. بله خب بذار این حامد ناراحتم. حامد الان چرا ناراحتی پاتریک؟ حامد سربازان بهم خیانت کردن. اشکال نداره، بزرگ میشی یادت میره. برو تو آموزش نیا، اذیت نکن. خب بچه اینا رو بچه من بذار اول یکش کامل درست کنم. ببینید اینو که به دورش گذاشتید 1 2 3 اینو میذارید یه لامپ، یه دونه از این اسکولا. حالا دور اینجا 1 2 3 4 این بالا یه دونه اینو میذارید. حالا موقعی که اینجا رد شید نگاه کنید روشن میشه. دوباره شیپور جنگ. این سری خودمم. کاریت ندارم، این کاریت ندارم ولی بعدم میکشم. یا خدا خرابکاری اینا چه تو پرتو آخه داری میذاری؟ کی بدونی یاد داد تو بیا اینو بذاری آخه؟ تو چه؟ بله تو چه؟ باشه پاتریک باش. بذار من همه اینا رو درست کنم بچه ها دیگه فهمیدید چجوری. آخرش دیزاینش مهمه که چه دیزاینی بزنیم. اون یه دونم نمیذارم. خانم تو کی خسته میشی؟ من نیسته خسته نمیشم. آدم باش یه ذره اذیت نکن. نگاه کن زدم این بلاکم خراب کردم. ای خدا اینو دیگه خودت خراب کردی، من ربطی نداره. اذیت نکن پاتریکول.
من این درست کنم. اذیت نمیکنه. خیلی کار جذاب پاتیک. مرسی که داری اینجوری خراب میکنی. ممنون دارم واقعا ازت. خوشگل میکنم اینجوری اینجوری بابا. خوشگل نکن خواهشن. نه چون سلیقت خیلی خوبه سر همین 1 2 3. الان خب اینا دوباره تو رو میگیرن. دوباره نه این سری تو رو منی گرفته. بچه یه لامپ و دوباره لامپ. حالا دوباره شیپور ناراحتی زدی؟ ناامیدی نه ناراحتی بابا. ناامیدی ناراحتی هر چی تو میگی قبول پاتریک. حامد میخوام واسه یه آهنگ بذارم. آهنگ بذاری؟ خوب کاری میکنی. بذار تا من اینو درست میکنم. خب اینم بذاریم اینجا و اینجا بچه بروش 1 2 3 اینم 4می. بله مرسی از موزیکت پاتیک جان. قربونت برم. این کلا بچه این پاتیک اذیت میکنه. نمیدونم چرا اینقدر اذیت میکنه اینو، ولی میکنه دیگه. خب این تا اینجا میشه بذاریش روش. خب بعد اینکه بچه ها تموم شد حالا اینجا رو میایم میبندیم، یعنی اینجوری. خب کلا خدا شکر با هم موزیک شاده بچه ها، اذیت نمیکنه. 2 3. خب پاتریک میکشم تو رو منو. بابا الان من 2 ساعت من دارم اینجا رو تمیز میکنم. آره تمیز نکن مرسی. پس من بعد کل اینجا رو درست کنم. بیزه اذیت نکن، هنو کلی کار مونده انجام بده. اذیت نکن مرسی. خب بذار بچه این گلن هم بیاریم که ما عاشق این گلن بچه، خیلی خوبه. این کمکم هم که نمی کنی پاتیک. نه این اشتباهی شد. اینه هستی. چه صدا آهنگو میشنوی؟ عجب. نه اینجا شو دوست ندارم. اینجا شو دوست دارم. این اولش. حامد منو ببین. نه یه جوایسه الان ببین. خب منو ببین که خوشحالم. خیلی خوشحاله. خدا رو شکر تو همیشه خوشحال باش. حالا بچه این 3 تا جا اینو میذاری چون اینو بچه چیزایی ازشون میریزه، یه ریزگردایی داره. اینه خیلی باحال میکنن فضای اینجا رو. دیگه میخوام کمکت کنم. حالا اینا رو بذار بچه دیلیت کنیم، بریم سراغ گلکاری. اینو بده این دیگه اینو بده، اینم بده. خوشگله. این چیه؟ این طور نیدم بایستا. نه خوشگل. یه چی مونده دیگه؟ همین هست دیگه. آره اینم که گذاشتم، این گلم گذاشتم. خب پاتیک این خونه چیه؟ تو از این خونه دست نمیگی بابا به این خوشگلی آخی. واسه یه گل صورتی اسم میکنم بر نداشتم. 2 مدل رو برداشتم. نه دیگه مدل دیگه نداره. نه خب تو اینجا باش. من یه نظری دارم اینجا باش جان. آفتاب گردان بذار. آفتاب گردان کجاش خوشگله آخه پاتریک؟ یعنی آفتاب گردان خوشگل نیست؟ عجب آدمی. خب اونقدری که این گلا خوشگل ترن نه اونقدری خوشگل نی. اینم خوشگل میکنی. بله دیگه سبزه مبزه هم داشته باشه قاطی. نه سبزه نمیخوام داشته باشه. وای پاتیک چه اذیت میکنی. وای بابا اذیت میکنی چی؟ دارم خوشگلش میکنم. سعی کن خوشگل نکنی، بیشتر حس زشتی دارم میگیرم. خب بچه حالا اینجا رو یادتونه بهتون گفتم چرا اینجا رو میتونید بچه اینجوری این گلا بذارید. یه فکری دارم. فکر نکن لطفاً. خب باور کنیم فکرم خوبه. تخم مرغ بذار اینجا. ها می اوکی
بس حالا بپر روش. هی 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 هی. الان راضی بیا. عالیه. به پاتریک یه لحظه شبش میکنی اینجا رو بچه ها ببینن. الان یه لحظه. او شبش کن. بودو 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 بودو. بیا. بچه ها نگاه کنید اینجا رو راه برید همه اینا روشن میشه میبینین. حالا پاتریک یه بار اون تمیای بری لطفا. مرسی. حتما. نگاه کنید بچه ها خیلی خوشگل میشه. خیلی نازه. اصلا بنازم. این که بچه این گلام داره اینا رو میریزه اصلا یه فضای خیلی باحالی گذاشته. تازه میتونیم یه کار دیگه هم بکنم ولی خب اینو بچه دیلیت میکنم فقط واسه اینکه یه ایده ای باشه اگه دوست داشتی. بعد دوباره شبش کن. خب بچه میتونید مثلا این بغلا اینجوری اینا بذارید خیلی گوگلی و باحالن. میتونی تو دریچه های اینم از این چیزا بذاری. نگاه کنی. نه 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 نه. ببینید بچه ها من اینا رو دیلیت میکنم. اگه دوست داشتید تو که خودتون درست کنید و عکساشو برامون بفرستید که ما ببینیم سلیقتون چطوری. پاتریک روز میکنی اینجا رو بچه ها خدافظی کنی. آری بابا بیا بغلم کوشی بیا 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 اینجا این برم. بیا بیا. خب بچه ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. یادتون نره ویدیو رو حتما لایک کنید کامنت برام بذارید که انرژی بگیریم و تو توضیحات لینک رو بکنم و پیج پاتریک هم هست حتما جوینش بدید. پاتریک کار نری با بچه ها. عاشقتونی. تا خیلی ویدیو دوستتون آموزشی داریم. بعد. خداحافظ. خداحافظ.